کار کردن مدل ها رو دوام میکنیم. مثال 117 حاصل ضربی ریشه های مدل رو یابید میگن. این نمود سوالای به فکرم در دیگر درس های ویدیوی ما این رو فهمونده بودم. خواهیم بیاییم باید کار کنیم. وقتی شما این دو ریشه رو میبینید مقصد چی است؟ مقصد این هر دو طرف رو کوادراتش رو گرفتن و از ریشه خلاص شدن. یعنی اگر من با حرف نشون دهم ریشه A بگذار در اینجا پلوس مونم در کوادرات گیریم چه حالت رو میگیرد؟ A جمع B جمع 2 ریشه AB یعنی این حالت رو میگیرد. در اینجا ما اون رو هم اجرا کردم حرکت میکنیم. چی میشود وقتی کوادرات رو میگیریم؟ در درون ریشه که با A و B دارد از ریشه خلاص میشوند. یعنی من در اینجا با قوس خواهیم نشون دهم 5x جمع 1 جمع اگر مینوس باشن پلوس میشود 2x مینوس 5 و مینوس 2 در اینجا اگر مینوس میبود اینجا مینوس میشد. مینوسی در ریشه کلم چی میشود؟ 5x جمع 1 2x مینوس 5 بماند برابری چند میشود؟ 3 کوادرات 9 میشود. و از اینجا چه کار میکنیم؟ کمتر به طرف چپ گیرم. اگر قوس رو کشایم و ریشه رو به طرف راست عدد 9 رو به طرف چپ گیرم این میشود. یک بار اگر ساده کنم 7x 5x 2x وقتی جمع کنم 7x میشود. 1 مینوس 5 مینوس 4 میشود. 9 رو به طرف اگر چپ گیرم چی میشود؟ مینوس 13 میشود. برابر است ریشه با افاده ریشه رو به طرف چپ میگیرم پلوس میشه مینوس است اینجا پلوس میشه 2 ریشه هم افاده در قوس بوده 5x جمع 2x مینوس 5 و بعد در اینجا با ریشه دارم. از این ریشه باید خلاص شدم. چیکار میکنم؟ هر طرف کوادراتش رو با یک بار میگیرم. این نمود سوال همین خیلی است. چیکار میکنیم؟ هر طرف ریشه‌اش رو اگر گیریم این میشود 49 x کوادرات مینوس 182x من اینو پیشکی ضرب کرده بودم چون رقم کلون است. یعنی شما ضرب کرده میتونید یعنی از روی قاعده همین فرمول رفته ضرب کرده میتونید جمع 169 اگر خطا نکرده باشم البته برابر است با 4 وقتی کوادرات میگیرم 2 کوادرات علاوه میگیرم وقتی این کوادرات میگیرم کوادرات این ریشه اختصار میکنم یا دیگر رو و میشه 4 ضربی من این قوس رو اگر کشم 10x کوادرات قوس رو دو قوس رو کشم 10x کوادرات مینوس 8x مینوس 5 و وقتی قوس رو میکشیم این قوس رو کشیم 40x کوادرات مینوس طرف چپی وزن میشود طرف راست 40x کوادرات مینوس 32x مینوس 40 میشود و اگر اینجا وزن میشود چیکار میکنیم؟ همه افاده رو به یک طرف جمع کنیم. اگر در طرف چپ 49x کوادرات دارم در اینجا 40x کوادرات چی میشود؟ 9x کوادرات میشود. مینوس 182x دارم در اینجا مینوس 2 به طرف چپ گیرم این میشود مینوس 150x میشود و در طرف چپ 169 دارم در طرف پلوس 169 اینجا 40 نه اینجا خطا کردم 20 میشود. 4 کردم 20 است خطای تکنیکی 20 کنیم اینجا مینوس 20 به طرف چپ گیرم این میشود جمع 189 جمع 189 میشود این برابر 9. اکنون یکنیم دیسکریمنت استفاده نمیبریم با قوس جدا نمیکنیم چون که از ما میپرسد که حاصل ضربی ریشه ها رو یابیم. در درس های پیشین من فهمونده بودم بیایم باید بنویسم اگر من مدل کوادراتی داشته باشم برای حاصل ضرب و سوم ریشه ها رو یافتن روی آسان تر است. این فقط همین کوفیشنت های A B C نگاه میکنیم. اگر از شما سوم پرسد شما میگین مینوس b تقسیم a میکنین کوفیشنت x و کوفیشنت x کوادرات رو میگین. اگر از شما ضرب رو پرسد 3 تقسیم a میکنین هر دو عدد رو تقسیم میکنین و از اینجا میبینید از ما حاصل ضرب رو میپرسد یعنی از ما x1 ضرب x2 رو میپرسد و از اینجا نمیاد 3 چی است 189 و a چی است 9 است 189 تقسیم 9 این میشود 21 جواب ما ده میشود. دوام میکنیم. سوالی نوبتی سوم ریشه مدل رو از با یک بار دیگه میپرسد سوم ریشه ها رو یابید. یک بار نویسم در اینجا x1 جمع x2 برابر است به مینوس b تقسیم a آن رو میابیم. از اینجا با چیکار میکنیم؟ این نمود سوال هر طرف کوادراتش رو میگیریم
این کمتر آسان‌تر است. وقتی کвадрат رو میگیریم در طرف چپ به ریشه میموند x minus x جمع 6 برابر است به 64 و اگر قوس رو اگر کشیم این میشه x کвадрат minus 36 برابر 64 و شما میتونید چرا x کвадрат 64 همش رو به یک طرف minus 100 برابر 9. از اینجا معلوم است که x دو تا ریشه دارد 10 و minus 10 یا اینکه میتونیم با یوری دیسکریمینت یا اینکه با قوس رو جدا کنیم برای فهموندن نمیشتن x برابر 10 میشود و x برابر مینوس 10. هر ریشه یافتن شرط نبود، یک بار از اینجا رفتیم میتونستیم چون که ما فرمولا رو میدونیم که مدل آسان بود برای ما یافتیم. از اینجا اگر میرفتیم چی بود؟ مینوس b تقسیم a. b در اینجا نداریم 0 است، کوفیشنت x 0 است، 0 تقسیم 1 برابر 0. یا اینکه از اینجا هم دیده میتونیم که وقتی هر دو اینا رو جمع کنم به چی برابر میشود؟ به 0 برابر میشود. دوام آمدیم با ریشه درجه 4. این نمود سوال رو پی از کار کردن چیکار میکنیم؟ بیاین یک چیز رو فهمونم. وقتی شما یگان عدد در ریشه درجه 4 ایندکس 4 داشته باشید، کوادراتش رو اگر گیرید این هم وقت به ریشه a برابر میشود. یعنی از کدام سبب؟ از سبب درجه ها. این اگر من با شکل درجه نویسم این میشود a درجه 1 تقسیم 4 در کوادرات. وقتی ما درجه ها رو در درجه میگیریم ضرب میکنیم، این میشه 1 تقسیم 4 ضرب 2 یعنی a درجه 1 تقسیم 2 این که ریشه a میشود به این برابر است. این رو باید دونین و چیکار میکنیم؟ در اینجا بیاین با آسان‌تر کار کنیم، دیگرگونی میکنیم. بگذار x جمع 3 درجه a باشد. وقتی من کوادراتش رو میگیرم چی میشود؟ a کوادرات به چی برابر میشود؟ a کوادرات برابر ریشه x جمع 3 میشود. و این رو استفاده برده مودم کمتر ساده تر می نویسم. و اکنون نگاه کنیم این میشود a، این که a گفتیم جمع 12 برابر به a کوادرات. نگاه کنیم آسان تر شد و با اینجا مدل کوادراتی رو کار میکنیم. این به چی برابر میشود؟ همه ifade رو به یک طرف جمع کنیم. a کوادرات مینوس a مینوس 12 همش رو به طرف راست گرفتم برابر 9. اکنون میتونیم a رو یافتم با یوری به قوس جدا کنیم یا با یوری دیسکریمینت. a مینوس 4 a plus 3 برابر 0 است، a برابر 4 است، a برابر مینوس 3. اکنون نگاه کنید در ریشه که درجهش ایندکسش جفت است مینوس یگان وقت شده نمیتونه و این رو ما به نظر نمیگیریم، فقط 4 رو به نظر میگیریم. با ما a لازم نیست، با ما x لازم است، یعنی به اول میرویم. اول ما a رو چی گفته بودیم؟ x جمع 3 ایندکسش 4 است برابر به 4. این مدل کار میکنیم. برای این رو کار کنن چیکار میکنیم؟ هر طرف رو درجه 4 میگیریم و این میشود چند؟ طرف چپ میشود x جمع 3 برابر به 4 درجه 4 این 2 درجه 8 این میشود 256 و از اینجا x 3 رو به طرف راست میگیرم 253 میشود و جواب ما ب. البته تفتیش کنیم که خطا کردن ممکن است، به من خبر دهید در کامنتاری ها. سیستم مدل من بسیار در دیگر درس هم کار کرده بودم، در ویدیوی پیشینم دیده میتونید. خیلی باید بر که در اینجا نمود سوال دیگر است کار کنم. دو نمود داریم، ما چه نمود داریم برای سیستم مدل کار کردن؟ میتونیم کوفیشنت های x یا y رو یک جا کرده جمع یا طرح میکنیم و مدل ما ساده تر میکنیم، یکی از نومالون ها رو اختصار میکنیم یا اینکه جای وصل کنیم. خیلی بیاین یک با یک فهمونم نگاه کنیم در اینجا چیکار کرده میتونیم. در اینجا با یوری اختصار رویم، کوفیشنت رو یک خیلی کنیم، میتونیم کوفیشنت x رو یک خیلی کنیم یا اینکه y رو. در اینجا y رو اگر کنم آسان تر است چون که به 9 ضرب میکنم ifade اول رو و این میشود 63x بیاین نویسم 63x جمع 9y برابر ضرب 8 کنم چند میشود؟ 720 792. اگر خطاگی نکنم 792 میشود 792 و دوی مدل عوض نمیشه، این میشه 10x مینوس 9y برابر 84. برای چیکار کردم؟ این رو کردم y رو اختصار کردم. چیکار میکنم؟ اگر هر دو ifade رو من جمع کنم هر دو این اختصار میشه و چی میمونه؟ 73x برابر به 892
چند میشه 76. نصیب خطا نکرده استادم. بعد این رو کار میکنیم. x چند میشد تقسیم میکنیم. در اینجا 1 هست، چی میمونه 14 1 چیلی شد 2 x برابری 12. البته نمیدونم کالکولاتور ممکن است یا نه، با ضرب تقسیم باید نزد باشین. این میشه 12. اگر ما x رو اگر یافته باشیم y رو البته یافته میتونیم. چخیل در یکی از مدل ها جاگیر کرده یافته میتونیم. اصلا آسان به فکرم یکمش چیکار میکنه 7 ضرب 12 جمع y برابر 88 میشود. در اینجا میدونیم که 84 جمع y برابر 88 و از اینجا y برابر 4 میشود. x و y رو یافتیم. اکنون از ما فرقیتش رو میپرسد. 12 minus 4 این میشود 8. آخرین سوال درباره سیستم مدل. بیاین اکنون در اینجا اگر خواهین جای وضع کنین استفاده برده میتونیم. یا اینکه کوفیشنت یخی کرده اختصار کم کرده میتونیم. جای وضع کنین اگر کنم عدد ها نقض نیستن، خشرو نیستن، برای همین بیاین با همین کوفیشنت اختصار کنم. یعنی جای وضع کنین چی معنی دارد؟ بیاین من منطقش رو فهمونم. مثلا از یکمش ما میتونیم نوشته 2x برابر است به 75 minus 3y و x برابر است به 75 minus 3y و همش تقسیم 2. و این ایفاده رو گرفته که ما یکمش رو عوض کنیم. ایفاده رو گرفته به مدل دوی میمونه. به مدل خطی از روی نومالون یک نومالون میشود و مدل باید کار کنیم. در اینجا کسری است ممکن کمتر دشوارتر باشد. برای چی هر دو متد رو دانستن مهم است؟ مثلا بعضی مثال ها کوفیشنت رو یکی کردن آسان‌تر است، در بعضی هاشون جای وضع کنی آسان‌تر است. یعنی از روی عددها و از روی کوفیشنت ها وابسته است. بیاین خیلی رو استفاده نمیبرم. یک رو باید کوفیشنت رو یک جای کنم. در این وای x رو کنم بیاین یک جای کنم، یک خیل کنم. دویم ایفاده رو با 3 ضرب کنم. اگر چی میشود 6x جمع 9y برابر است به 225. دویم مدل یگان چی عوض نمیشود. ما میتونیم با یگان عدد ضرب کنیم، لیکن روی آسان‌تر رو یافتیم. 15 و چیکار میکنیم در این وقت اکنون طرح میکنیم مدل ها رو. اگر طرح کنیم x ها میرود 9y مینوس 5y این میشود 14y 225 تقسیم طرح 15 بخشید 210 میشود. این تقسیم رو باید اجرا کنم. پس اجرا کنم اختصارم کرده میتونم. نمیکنه اینا کراتای 7. اگر هر دو ایفاده رو با 7 تقسیم کنم این میشه 2y 3 میشود و y در اینجا میدونم که 15. اگر y 15 باشد در یکی از مدل ها مونده ما x رو یافته میتونیم. بیاین یکمش مونیم چون که علاقه کار کردیم. این میشود x 75 مینوس 3 ضرب 15 تقسیم 2 میشود. x چند میشود 45 75 مینوس 45 30 میشود 30 تقسیم 2 باز 15. عجایب هر دوش هم یک خیلی است. یعنی سنجیده میتونیم 30 45 75 90 75 15 درست هر دوش یک خیلی است. x و y 15 است. از ما تقسیمش رو میپرسد. تقسیم اونها البته که یک است.